تاجیکستان سرزمین آزادگان است. در این سبزمین مکان‌های جذاب کم نیست. این نوبت در برنامه از مکان برایتان معلومات خواهیم داد که از پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه چندان دور نیست. وحدت شهری سیاحی است در جمهوری تاجیکستان. شهر وحدت نه چندان دورتر از مرکز جایگیر است. این شهر دارای مکان‌های زیبا و جذاب بوده. اینچنین مکان‌های تاریخی هم در این شهر وجود دارد که در برنامه برایتان معلومات خواهیم داد. اگر کمی به تاریخ گذشته شهر وحدت نگریم، 17 سپتامبر سال 1927 به نام ینگ بازار تشکیل یافته است. سال 1936 به نام آرجینکیزآباد گردانیده شد. اما سال 1991 نام کافرنهان را میگیرد. سال 2003 با قرار مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان به شهر وحدت تغییر داده شد. این زیبا شهر پاره است از سرزمین کهن بنیاد تاجیکان که در وادی شمال باستان یا اینکه حصار شادمان واقع گردیده است. طبق روایت های مردمی قلعه دهقان و قلعه شاه شادمان در همین منطقه ها جایگیر است که عین زمان دیدبانگاه حربی در اینجا قرار دارد. این موضع های تاریخی حالا از جانب دانشمندان ساحه آموخته نشده است، اما در کتاب حمزه کمال جایهای مقدس تاجیکستان اشاره های از یادگاری های این زیبا شهر آورده شده است. ما ضمن جستجوها روایت از ساکنان محل شنیدیم که از موجودیت این قلعه ها درک می دهد. ساکنان محل میگویند در این قلعه ثروتمند میزیسکی صاحب دختری چابک سوار بود. اجنبی ها در آن زمان ها دختران زیبا صورت و قوی را به دیگر کشورها غلام کرده می بردند. مرد دهقان از این پی برد و زیبا صنم را در قلعه نگاه می داشت. روز مرد دهقان برای آب بیرون برآمد که بدخواهان او را داشته کشتند. دختر زیبا رو مدتها پدر را انتظار بود ولی از او درک نشد. دختر مجبور شد که بیرون برآمده از احوال پدر خبردار شود. پدر را در حال مرگ یافت. بدخواهان او را تعقیب می نمودند. دختر از این خبردار شد و به تمام هستی با ترس مسافه دوری را طی نمود که درخت چنار بلند را دید. نزدیک آن درخت رفت، دید که در درخت سوراخی موجود است. درون آن سوراخی پنهان شد. کودکانی که در گرد و اطراف به چراگاه چاروا مشغول بودند این حالت را مشاهده کردند، اما به بدخواهان خبر ندادند. پس از بیخیال شدن بدخواهان کودکان و بزرگان خبر دادند. بزرگان آمده دختر را هر قدر که جستند اما خبری نشد. از این بعد این چنار را چنار بیبی مستوره نام نهادند که حالا هم در جماعتی بهار پابرجا است. شهر وحدت چنین موضع‌های تاریخی و سیاحی را داراست که در عموم مساحتش 13,000 کیلومتر می باشد. زیاده از 60% را کوهسار تشکیل می دهد. از شمال به جنوب 120 کیلومتر و از شرق و غرب 31 کیلومتر طول می کشد. شهر وحدت از جنوب به ناحیه نارک، یافان، از شمال به ناحیه عینی، از شرق باشد به فیض‌آباد، نورآباد و از غرب به رودکی و ورزاب همسرحد است. اما ما به موضع سفر می نماییم که دارای جالبیت خاص است. این جاده راه است که ما را به دره رامید میبرد. دره رامید مکانهای زیبا، دلنشین و سیاحی دارد و این چنین تاریخی نیز هست که از دیدنش حلاوت خواهد بود. شهر از سطح بحر در بلندی 800 متر واقع است.
حرارتش وابسته به بلندی تغییر می‌یابد. تا بلندی 1500 متر تابستانی گرم، زمستانی نچندان خنک است. حرارت میانه ماه‌های ایول 25-35 درجه را تشکیل می‌دهد و دوامناکی دوره گرما 200-240 روز را تشکیل می‌دهد. در بلندی‌های 1500-2500 متر اقلیم معتدل تابستانی سلخین، زمستانی خنک بوده، در بلندی‌های بیشتر از 300,000 متر اقلیم خنک حکم فرماست. مقدار بارشات در شهر به حساب میانه 700-900 میلیمتر را تشکیل می‌دهد. تیغه کوه‌ها برفپوش بوده، پریخ‌های عظیم را مشاهده کردن ممکن است. شهر از کندنی‌های فایده‌ناک بای است. ذخیره‌های انگشت‌چند سیار، گازی سوزانده، فلورید، مصالح بناکاری، گچ، گیل، ریگ و شغل، سنگ‌های آرایشی، طلا، کان طلای پکرود، ذخیره‌های اشیاء برای استحصال سمنت و دیگر ذخیره‌های موجوده خواست که برای رشد ساحه صنعتی کشور مساعدت می‌نماید. در شهر وحدت 5 دریا موجود است که کلانترینشان دریای کافرنیهان و ایلاق می باشد. درازی دریای کافرنیهان 387 کیلومتر و ایلاق 97 کیلومتر بوده. درازی دریای کافرنیهان در حدودی که شهر 80 کیلومتر را تشکیل می دهد و ایلاق باشد 30 کیلومتر را تشکیل می دهد. بنابر موجودیت موضع‌های استراحتی و انفراساختار سیاحی در دره رامید با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 18 سپتامبر سال 2000 تحت رقم 358 درباره منطقه‌های استراحتی و توریسم همچنین منطقه استراحتی و سیاحی اعلام گردید. رشد ساحه توریسم با در نظر داشت موجودیت جایهای استراحتی و تاریخی در شهر امکانیت‌های خیلی وسیع دارد، از قبیل آشخانه‌های ملی که در گذرگاه دقت ما را جلب نمود. بسیار مزه خوب. این از جهت اکولوژی تازه و برای صحت آدم فایده آور هم هست. این ماهی نامش فریل بوده است. واقعا این را برای خوردن هم دل اجازت نمی‌دهد که این ماهی را خورد. در دره رامید دهه ارخو و کاخو موجود است که اهمیت تاریخی دارد. طبق یک تحقیقات باستانشناسی در این دهه ها یادگاری های عصرهای 10 و 12 را دریافت نمودند. یادگاری ها پیچ های آهن آبکنی بود که در آن اسلحه و اشیاهای روزگار مردم را استحصال می نمایند. دره ارخو. ارخو کلمه سعودی بوده موضع بلند را افاده می نماید. موضع ارخو در مسافه 95 کیلومتر دور از پایتخت و از شهر وحدت 75 کیلومتر دور جای گرفته است. ارخو نام گرفتن این موضع از آن جهت است که بالاتر از آن دهه با نام همین پیش از سالهای 60 موجودیت داشت. سالهای 60 ساکنان این محل را طریق چرخبال به جایهای نسبتاً هموار برای کشتکار پخته آوردند.
موضع مذکور در بلندی 1900 متر از سطح بحر جایگیر است. در این موضع رود پاک جاری است که آبش به طور مقرری همیشه صاف و زلال است. دریای مذکور از چشمه ها غذا گرفته همیشه سرد و حلاوت بخش است. در این موضع حیوانات وحش بسیار به چشم می رسد. از این لحاظ کسانی که سیاحت پیاده روی را می پسندند باید احتیاط کار باشند. اینچنین پرندگان نادر به چشم می رسد. از قبیل صدای کبک خوشخوان به گوش فرح بخش است. در دریای رود پاک نوعهای ماهی‌های گلماهی که یکی از بهترین و خوش‌لذت‌ترین ماهی‌ها به شمار می رود موجود می باشد. ارخو موضع است که دارای مهمانخانه 5 آشیانه بوده در خود تمام امکانیت‌ها را فرا گرفته است. این چنین دارای 2 عمارت 2 آشیانه بوده، یکی با سبک زمانی و دیگری با سبک کوهستانی بنیاد یافته است. در برابر این در یک گوشه این موضع نمونه دکلراسیای حولی‌های کوهستانی تشکیل کرده شده است. جایی که ما انتخاب کردیم در حقیقتا خطا نکردیم، زیرا ارخو بهترین مکان است که در قلب تاجیکستان جای گرفته است. این مکان با طبیعت‌های زیبا و جذابش به کس فرح می‌بخشد. هر انسانی که از این منطقه دیدن می‌کند منظرش هیچگاه از دل بیرون نخواهد شد. واقعا تاجیکستان با موضع‌های جذاب، دره و دریاها و کوهستان‌هایش دقت کس را جلب نموده و با مردم خاکسار و مهمان دوستش روحیه هر گردشگر را بالیده می‌گرداند.